مرحبا رمضان، مرحبا ای ماه رحمان، مرحبا ای نور چشمان، مرحبا ای ماه نزول قرآن. ما همگی از همان روزی که از نزدمان رخت سفر بستی برای فراقت غمگین بودیم. میخواستیم که تمام ماه‌های سال رمضان نام گیرند. میخواستیم هرگز از ما جدا نشوی، اما چه علاج که خدای تعالی از روی رحمتش به ما تنها یک ماه را برای روزه داشتنمان معین کرده است. ولی خرسند از آن هستیم که تو هر سال یک مرتبه مهمان خاندان ما میشوی. این هم رحمت الهی است. ای ماه مبارک، آیا میدانی چرا ما تو را دوست می‌داریم؟ چون که تو را خالق ما دوست می‌دارد. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم نیز تو را نهایت زیاد دوست می‌داشتند. حتی 2 ماه پیش از آمدنت چنین دعایی می‌خواندند: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. بار الها، و ما در ماه رجب و شعبان برکت ده و ما را به ماه رمضان برسان. وقتی خالق یکتا تو را ماه نزول قرآن می‌خواند، پس چگونه ما تو را دوست نداریم؟ شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن نازل کرده شده است. آره، تو ماه قرآنی، تو ماه رحمانی، تو ماه دلیل و برهانی، دلیل و برهان ایمان و تقوای بندگان. هر بار درباره رمضان‌های گذشته می اندیشم، دلم ریش می شود. چرا چنین نشود که تو را خوب مهمان نوازی نکردم؟ در غفلت به سر برده ساعت‌های زیادی را از دست می دادم. آره، روزه می گرفتم ولی زبانم را از غیبت نگاه نمی داشتم. شاید گاه دروغ هم گفته باشم. وقتی این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم که می گفتند من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. هر که در ماه رمضان دروغگویی و با دروغ کار کردن را ترک نکند، پس خدا به ترک طعام و شراب او حاجتی ندارد. و یادم می آید از کرده های خویش شرم می دارم. گاه حالت‌هایی نیز شده است که به خاطر چیزهای ناچیز با همسایه و همکار و همدرز، یار و برادرم جنگ و جدال و نافهمی ها کردم. ای وای بر من، و کدام روی در حضور تو ای ماه پرهیزکاری به چنین کارها دست زدم؟ مگر کسی به من کفالت داده بود که باز سال آینده میتوانم میزبان تو باشم؟ البته نه، چون کسی غیر از خدا از غیب خبر ندارد. ولی به رحمت پروردگارم نگر که امسال هم به من فرصت داد تا دوباره تو را مرحبا ای ماه رحمت گویم و به پیشوازت برایم. میدانم بسیار کسانی بودند که میخواستند امسال هم همراهت باشند، روزهای تو را با روزه و شبهایت را با نماز شب و تلاوت کلام الله سپری کنند، اما هیهات، مرگ امانشان نداد. ای ماه خاص خدا، ببین امسال تو در حال مهمان ما شده ای که مدت هاست همه عالم دچار وبای شدید شدند. خیلی وقتها نمازگزاران و شیفتگان جماعت و نمازهای جمعه از این عبادتهای پر از ثواب محروم ماندند. شاید یکی از حکمت آمدن این وبا پیش از حضور تو در آن است که ما به قدر عبادت خدا و استفاده از تو بیشتر برسیم. شاید این بانگ خطری از سوی پروردگار است که اگر در عبادت کوتاهی کنیم ما را از تو هم محروم می‌گرداند. ای ماه خدا، هرچه زودتر قدم رنج فرما. میخواهم تیزتر تو را با عبادت الهی به آغوش گیرم، برای گناهانی صادر کردم بگیریم، از همه کسانی که نسبتشان ناحقی کردم معذرت پرسم، به خصوص قلبم را از کینه و کدورت، حسد و عداوت پاک سازم. ای ماه رحمت و برکت و آزادی از آتش جهنم، تو صاحب شبی هستی که عبادت در آن بهتر از 1000 شب است. این ساعتها چشمم طرف آسمان است، منتظرم که کی این روز روشن با آمدن شب سپری می شود.
و کی شب هم ما را ترک و این گردش شبانه روزی تو را به ما نزدیک می سازد. الها مرا برای رمضان و رمضان را برای من سالم نگه دار و روزه آن را از من قبول نما.